بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا اهمیت بدیم در بالای حرف ها اشاره ساکن و یا تشدید نیست. در این صورت، در این حالت هر حرف علاهیده خوانده می شود. از اینجا نگاه میکنیم. کاف پیش کو، ت زیر تی، ب زبر با، کو تی با. زال پیش زو، کاف زیر کی، ر زبر را، زو کی را. ر پیش رو، کاف زیر کی، ز زبر زا، رو کی زا. ر پیش رو، ف زیر فی، عین زبر ا، رو فی ا. ز پیش زو، ب زیر بی، ر زبر را، زو بی را. غین پیش غو، ف زیر فی، ر زبر را، غو فی را. ف پیش فو، ت زیر تی، ح زبر ح، فو تی ح. کاف پیش کو، ف زیر فی، ر زبر را، کو فی را. عین پیش عو، ف زیر فی، یا زبر یا، عو فی یا. در اینجا اگر نگاه کنین پیش از یا زر آمده است، اما آواز ای دروز رو نمیگیرد به خاطر آنکه در بالای یا زبر آمده است و هر حرف گفتیم در علاهیدگی خوانده می شود. عین پیش او، ف زیر فی، یا زبر یا، او فی یا. واو پیش وو، عین زیر ای، دال زبر دا، وو ای دا. ه پیش هو، دال زیر دی، یا زبر یا، هو دی یا. در اینجا هرچند که با حرف ب الف علاوه شده است، اما در پایان ب اشاره زر آمده است، به همین خاطر الف خوانده نمی شود. در درس گذشته گفته بودیم که اگر در بالای کدام حرفی که زبر، زیر، پیش، ساکن، تشدید نداشته باشد آن حرف خوانده نمی شود. اما وقتی که اگر موجود باشد پس این طرز نوشتی گراماتیکی همان کلمه می باشد. به همین خاطر الف با ب چسبیده شده است و در پایان ب زر آمده است، به همین خاطر الف خوانده نمی شود. اگر همین زر نباشد و زبر باشد پس در این صورت خوانده می شود، ب الف زبر با می شود. اما که زر آمده است به همین خاطر ب با لام زر بیل می شود. اگر نگاه کنیم در بالای لام ساکن است. ب با لام زر بیل، ه پیش هو، دال الف زبر دا. اما با همراهی یا زبر، زیر، پیش، ساکن، تشدید که نیست، به همین خاطر ما یا را نمیخونیم همون طرز که در نوشت آماده شده است. تکرار میکنیم. ب با لام زر بیل، ه پیش هو، دال الف زبر دا، بیل هو دا. در اینجا باز به جمله نو میگذاریم. نگاه کنیم. اگر در اینجا عین زبر ا، لام زبر لا، ا لا. صاد زیر سی، ر الف زبر را، سی را. اتقه با میم د زیر تیم. وقتی که بعد د زیر باشد و یا که د زبر باشد و یا که دو پیش باشد، در بالای حرف بعدی تشدید و یا ساکن باشد، آواز این نمیگیرد بلکه یک باره با اون حرف بعدی میچسبد. اتقه با میم د زیر تیم، تیم. میم با سین پیش موس، ت زبر تا، قاف با یا زیر قی، میم د زیر مین، مستقیمین می شود. علا صراطیم مستقیم. عین زبر ا، لام زبر لا، یا که با خود یکون چی ندارد خوانده نمی شود. لام زبر لا، صاد زیر سی، ر الف زبر را. اتقه با میم د زیر تیم، میم با سین پیش موس، ت زبر تا، قاف با یا زیر قی، میم د زیر مین. علا صراطیم مستقیم. صدق الله العظیم.